سلام دوست خوبم. تا حالا شده خوابی ببینی که بعد از مدتی دقیقاً همون اتفاق توی دنیای واقعی بیفته؟ اون لحظه حس عجیبی داری. یه جور تعجب همراه با حیرت. میگی یعنی من اینو قبلاً دیده بودم؟ چطور ممکنه؟ اینجا دقیقاً نقطه‌ایه که دنیای خواب و بیداری به هم میرسن و عرفا میگن این لحظه یعنی روح تو از آینده خبر داشته. ببین توی نگاه عرفانی خواب فقط یه تصویر تصادفی از ذهن خسته ما نیست. نه، خواب یه پنجره است به دنیای دیگه. وقتی جسم ما میخوابه، روح ما از بند بدن آزاد میشه و میره به جاهایی که در بیداری نمیتونیم ببینیمشون. اونجا خبری از زمان و مکان نیست. اونجا فقط معنا وجود داره و روح با حقیقت تماس پیدا میکنه. حالا جالبه بدونی که در عرفان گفته میشه هر چیز در این دنیا قبل از اینکه در واقعیت شکل بگیره اول در دنیای معنا خلق میشه. یعنی اول توی عالم درون اتفاق میفته، بعد کم کم وارد دنیای بیرون میشه. خواب هم دقیقاً تصویری از همون آفرینش درونیه. انگار خواب داره نسخه اولیه واقعیت رو نشونت میده. مولانا یه جمله زیبا داره، میگه خواب دیدم که به حق مینگرم، بیدار شدم دیدم حقیقت همون بود. یعنی اون چیزی که در خواب دیده نه خیال بوده، بلکه حقیقتی بوده که در آینده در بیداری جلوه کرده. بذار یه مثال برات بزنم. فرض کن یه نفر شب خواب میبینه داره از یه جاده خاکی میگذره و به یه رودخانه زلال میرسه. اون موقع شاید به نظر بی‌معنی بیاد، ولی چند هفته بعد یه تصمیم بزرگ در زندگیش میگیره و درست مثل اون خواب از یه مسیر سخت رد میشه و به آرامش میرسه. این یه خوابش در واقع نمادی از مسیر روحی خودش بوده. عرفا میگن خواب دو نوعه. یه خواب از ذهن میاد، یعنی حاصل فکرها، ترسها، استرسها یا آرزوهای روزمره ماست. اما یه خواب از روح میاد که بهش میگن خواب صادق یا رؤیای راستی و اون خوابها معمولاً با حس آرامش، نور، عشق یا درک عمیق همراهن. ابن عربی یکی از بزرگترین عارفان میگه خواب برزخی است میان غیب و شهادت، یعنی جایی بین دنیای دیده و نادیده. اونجا معناها به صورت تصویر در میاد و روح ما اونا رو به شکل خواب میبینه. حالا یه نکته خیلی مهم اینجاست. روح ما همیشه در حال خلق کردنه. وقتی توی بیداری روی یه چیز خیلی تمرکز میکنی، مثلا آرزوی رسیدن به یه هدف، روح اون رو در عالم معنا شکل میده و وقتی اون تصویر کامل شد، در زمان مناسب توی واقعیت ظهور پیدا میکنه. برای همین بعضی خوابها پیش‌زمینه آینده‌ان. در واقع روح تو قبلا اون آینده رو دیده. یه روایت قشنگ از امام صادق علیه السلام هست که میگه روح مؤمن در خواب به آسمان میرود و با ارواح مؤمنان دیگر دیدار میکند. یعنی خواب فقط استراحت بدن نیست، یه سفر روحی است. حالا سوال اینجاست، چرا بعضیا خوابهای روشن و معنوی میبینن ولی بعضیا فقط خوابهای پریشون یا بی‌معنی؟ جوابش توی صفای درونه. هرچی دلت پاکتر و ذهنت آرامتر باشه، روح راحت‌تر میتونه با عالم بالا ارتباط بگیره. اون موقع خوابهایی میبینی که حس عمیق، نور و آرامش دارن و عجیب‌تر این که اون خوابها خیلی وقتا به واقعیت تبدیل میشن. پس شاید بهتر باشه به جای بی‌توجهی به خوابها یه دفتر کوچیک داشته باشی و صبح‌ها خوابات رو بنویسی. کم کم متوجه میشی که بعضی از اونها در زندگی تکرار میشن و مسیرهایی رو نشون میدن که روحت داره بهت یادآوری میکنه. و اون وقته که دنیای درونت شروع میکنه دنیای بیرونت رو تغییر دادن. و در آخر اگه از این نوع صحبت‌های عمیق و احساسی لذت میبری، اگه دوست داری بیشتر بدونی از دنیای روح، ذهن و معنا، با عشق ازت دعوت میکنم کانال آویز رو سابسکرایب کنی. اونجا دنیایی از حرفای دل، دانستنی‌های عارفانه و آرامش درونیه. یه گوشه امن برای ذهن و دل تو. یادت نره هر